هر شخصیتی را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغ می نشیند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکن برادری بزرگوار. امروز با برادر و اکا و دادر قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشه و تاریک میشه و زندگی.